سلام بینندگان گرامی، برنامه فرهنگ حقوق را منظور شما می‌گردانیم. در برنامه نوبتی ماده 11 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان شرح داده می‌شود. باعث خوشبختی و افتخارمندی کل مردم شرفمند تاجیکستان است که امروزها ما در فضای صلح و ثبات، وحدت و امنیت کامل در وطن محبوبمان زندگی می‌نماییم. پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در هم از سخنرانی‌هایشان قید می‌نمایند که مملکتی که در آن قانون را رعایت و احترام نمی‌کنند رو به تنزل می‌آورد. بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه در ضمیر هر یک شهروند، پروریدن حس مسئولیت برای پیشرفت کشور، احترام عمیق به ارزش‌های فرهنگی و ذهنی ملت، شناخت و ورزگذاری رعایت حقوق انسان شرط اساسی و حتمی دولتی دموکراسی حکومت و دنیایی میباشد. از این رو ما در شرایط مساعد و مسئله بلند برداشتن دانش‌های حقوقی و تربیت حقوقی شهروندان اهمیت خیلی مهم پیدا نموده است. اعلام گردیدن سال معرفت حقوقی در حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی تاجیکستان صحیفه نو را باز نمود. قابل ذکر است که برای ساختن دولت دموکراتیک و حقوق بنیادی ملی ضرور است که شخصان منصبدار دولتی، خدمتچیان دولتی و جامعه مدنی کشور دارای دانش‌های بلند حقوقی بوده، با این وسیله احترام به حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، حفظ منفعت‌های ملی، دولتی، حمایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، قانونیت عدالت دوچند می‌گردد. تشکل انسان کامل استفاده یکجایی همه نمودهای تربیت را طلب می‌نماید. تربیت حقوقی جزء اجرا نشونده سیاست تربیت دولت بوده. در رابطه با تربیت سیاسی، اخلاقی، مهنتی و نمودهای دیگر تربیت انسان باید انجام داده شود. البته مردم و جامعه‌ای که دارای معرفت حقوق میباشند و هیچ وقت به حقوق ویرانکنی دست نمیزنند و پیوسته برای اعتراف، رعایت و حفظ حقوق و آزادی انسان و شهروند، ترتیبات جمعیتی، ولایت حقوق و برتری قانون، تامین عدالت و حقیقت تلاش می‌نمایند. امسال برای جامعه ما یک سال پر از فرصت‌های خوب در سطح بالا و بردن دانش‌های حقوقی در صورت توجهات پیوسته مردم به حقوق و عدالت‌های مدنی خویش و دانستن کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان اساس برای بلند گردیدن معرفت حقوقی و کمالات فرهنگی حقوقی اهالی کشور می‌گردد. در ماده 11 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان قید کرده شده است که تاجیکستان سیاست صلح‌جویانه را در عمل تطبیق نموده صاحب اختیاری و استقلالیت دیگر دولت‌های جهان را احترام می‌نماید و مناسبت‌های خارجی را در اساس معیارهای بین‌المللی معین می‌نماید. تشویقات جنگ منع است. تاجیکستان وابسته به منافع‌های عالی خلق می‌تواند به اتحادیه‌ها و تشکیلات‌های بین‌المللی داخل گردد و از آنها برآید، با کشورهای خارجی رابطه نماید. دولت به هموطنان برون‌مرزی همکاری می‌نماید. می‌توان گفت که ماده مذکور پرینسیپ‌های کنستیتوسیونی عملی‌گردانی سیاست خارجی دولت را مقرر می‌نماید. سیاست خارجی صلح‌جویانه هدف به دست آوردن همدیگرفهمی، پس‌شوی متقابل نظامی، پیشگیری حمله ناگهانی یا نیزهای غیر مذاکراتی را دارد. مقررات معیاری این ماده احترام صاحب اختیاری و صاحب استقلالی دولت‌های دیگر، تصدیق سعی و کوشش‌های تاجیکستان را در عملی‌سازی سیاست خارجی خود بر اساس پرینسیپ‌های برابری صاحب استقلالی دولت‌ها در نظر دارد. همچنین پرینسیپ برابری صاحب استقلالی دولت‌ها در قسم یک ماده 2 آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه پرینسیپ‌های حقوقی بین‌المللی، سند نهایی مشورت عاید به بی‌خطری و همکاری در اروپا به تصویب رسیده است. در برابر این در تاجیکستان پیشبرد سیاست خارجی خود محض 10 پرینسیپ اساسی حقوق بین‌المللی را اساس فعالیت خویش می‌داند. یعنی جمهوری تاجیکستان از دخالت کردن به کارهای داخلی دیگر دولت‌ها، استفاده بردن قوه و تهدید استفاده قوه در مورد حل مسائل بین‌المللی در مناسبت‌های بیرونی خویش خودداری می‌نماید. همکاری‌های بین‌المللی خود را در اساس اعتراف صاحب اختیاری و استقلالیت دولت‌ها و در شکل‌های دو طرفه و بسیار طرفه به راه می‌ماند. در قسم دوم ماده تفسیر شونده تطبیق نمودن سیاست صلح‌جویانه دولت را مقرر نموده منع همه گونه دشمنی، نزاع و جنگ را اعلان می‌کند. انجام دادن سیاست صلح‌جویانه خارجی منع تبلیغ و تشویق جنگ را پیش بینی می‌نماید. درباره منع تبلیغ و تشویق جنگ همچون اعلامیه از وجود نداشته در مقررات کدک جنایتی جمهوری تاجیکستان مشخص کرده شده است. از جمله
برای دعوت اشکارای سر کردن جنگ ماده 396 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و برای تحریک عداوت ملی، نژادی، محلگرایی یا مذهبی ماده 189 کودکس جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی پیش بینی کرده شده است. در قسم سوم ماده قید کرده شده است که تاجیکستان وابسته به منفعت‌های عالی خلق میتواند به اتحادیه‌ها و تشکیلات‌های بین‌المللی داخل گردد، از آنها برآید و با کشورهای خارجی رابطه نماید. امروز تاجیکستان با 183 کشور جهان مناسبت‌های دیپلماتی برقرار نموده 192 دولت استقلالیت تاجیکستان را رسما اعتراف کرده است. تاجیکستان عضو اکثر سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اقتصادی، فوند بین‌المللی اسعار، اتحاد دولت‌های مستقل، اتحاد اقتصادی اوراسیا، سازمان‌های همکاری شانگهای بوده از ارزش‌ها و منافع ملی دفاع می‌کند. از منبر این سازمان‌های با نفوذ بین‌المللی تشبث و ابتکارهای سازنده پرزیدنت کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم و افراطگرایی، مواد مخدر، جنایت‌های متشکلانه فراملی، مسئله‌های اکولوژی و امثال آن به سهم جهانیان رسانیده می‌شود. مناسبت‌های دوجانبه جمهوری تاجیکستان از یک طرف با دولت‌های علاقه‌دار هم در شکل بستن سازشنامه‌ها و هم در شکل تأسیس دادن سفارت و مؤسسه‌های کنسولی رواج می‌یابند و از طرف دیگر با واسطه نمایندگی دائمی تاجیکستان در نزد تشکیلات‌های بین‌المللی وسیع شده ایستاده‌اند. طبق قسم 4 ماده مذکور جمهوری تاجیکستان با هموطنان برون‌مرزی همکاری می‌نماید. از سال‌های اول استقلالیت تاجیکستان برای راه ماندن رابطه‌ها با هموطنان برون‌مرزی سعی کوشش می‌نماید و در روزهای استقلالیت دایر نمودن فرم تاجیکان به حکم عنعنه درآمده است. با راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان تا حال در این فرم صدها تاجیکان برون‌مرزی شرکت ورزیدند. دانستن درک نمودن قانون اساسی کشور و احترام و رعایت معیارهای آن وظیفه کنستیتوشنی هر یک فرد بننگ و ناموس بوده، نقش این سند عالی حقوقی در بلند نمودن معرفت حقوقی، سیاسی و فرهنگی جامعه مؤثر میباشد.